بهشت افغانستان، سرزمین با زیبایی‌های بی‌نظیر و فرهنگ متنوع و سرزمین با تاریخ منحصر به فرد. برای دانستن در مورد زیبایی‌های این ولایت در ادامه ویدیو با ما باشید. سلام و درود خدمت عزیزان تماشاگر. من افغان هستم و اینجا افغان زمین است و باز هم شما را به یک دیگر از ویدیوهای کانال افغان زمین خوش آمد میگم. قبل از آغاز برای حمایت از ما بالای دکمه لایک کلیک کنید و نظر خود را در مورد این ویدیو در کامنت برای ما بنویسید و اگر نخستین بار است که ویدیوی ما را تماشا میکنید پس دکمه سابسکرایب را فشار داده و زنگوله بغلش را فعال کن تا ویدیوهای بعدی ما را از دست ندهید. ولایت نورستان با طبیعت سرسبز و خانه‌های منحصر به فرد یکی از زیباترین ولایت‌های افغانستان میباشد. این ولایت در شمال شرقی افغانستان قرار داشته و مرکز آن بارون است و یکی از مناطق تاریخی به شمار می‌رود که در زمانه‌های مختلف به نام‌های مختلف مسمی گردیده است. ولایت نورستان از لحاظ جغرافیایی یک منطقه کوهستانی با جنگل‌های انبوه است و چندین رودخانه از کوه‌های آن سرچشمه می‌گیرد. این ولایت از زمانه‌های قدیم به نام‌های بلور یا بلورستان یاد می‌شد و چون برای مدت‌ها مردم آن به ادیان باستانی خود باور داشتند، انحصارگران دین آن را کافرستان می‌گفتند. اما باید گفت که بلورستان تنها به منطقه نورستان نه، بلکه بعضی مناطق کنر، چترال و کاپیسا نیز مربوط آن میشد. ساحه بلورستان ابتدا بسیار وسیع بود که بین کشمیر، بدخشان، غوربند و کابل موقعیت داشت. معاهده دیورند در سال 1893 میلادی مردم این سرزمین را به دو بخش مساوی تقسیم کرد که یک بخش آن بلورستان غربی به افغانستان و بخش دیگر آن بلورستان شرقی یعنی ساحه چترال و کشمیر به هند بریتانیایی تعلق گرفت. علاوه از آن مردم نورستان بیش از 1200 سال به خاطر دفاع از فرهنگ و عقاید خود در برابر اسلام در محاصره بودند و مشکلات فراوانی را متحمل شدند تا از سنن و فرهنگ اصیل خود پاسداری کنند. بعد از اینکه اسلام به افغانستان آمد، فضای صلح و آشتی اقوام آریایی در این محل جایش را به بدبینی و تعصب مذهبی اسلام و کفر داد. به همین دلیل در درگیری‌های خونین 1000 ساله از مساحت و نفوذ فراوان بلورستان نیز کاسته شد. مسلمانان آن زمان بلورستان را مانام کافرستان می‌خواندند و در سال 1895 میلادی زمانی که امیر عبدالرحمن خان به این سرزمین حمله کرد و آن را تحت اداره خود درآورد، بعد از مسلمان ساختن مردم آنش به نام نورستان یاد شد. قسمت اعظم نورستان از دره‌ها، کوه‌ها و تپه‌ها تشکیل شده و دارای زمین‌های زراعتی است و یک تعداد دریاها در آن جریان دارد که پل‌های چوبی بر فراز آن ساخته شده است. زبان اصیل مردم نورستان نورستانی است. علاوه بر نورستانی، اقوام پشایی، پشتون و تاجیک ها نیز در این ولایت زندگی می کنند و زبان اداری این ولایت پشتو می باشد. مساحت ولایت نورستان 9267 کیلومتر مربع و نفوس آن در حدود 400,000 تن تخمین زده شده است. اما تعداد زیادی از باشندگان این ولایت در ننگرهار، کنر و لغمان زندگی می کنند. بارون مرکز ولایت نورستان است. این ولایت در شمال با ولایت بدخشان، در شرق با چترال و منطقه کشمیر پاکستان، در جنوب با ولایت‌های کنر، پنجشیر، کاپیسا و لغمان همسرحد است. این ولایت به شمول مرکز از 8 واحد اداری تشکیل شده. اقلیم نورستان ملایم است و بخش‌های شمالی نورستان بسیار یخ و درجه حرارت آن تا -15 درجه سانتیگراد می‌رسد. در فصل زمستان بارش شدید برف باعث بسته شدن اکثر راه‌های مواصلاتی می‌شود. هوای این ولایت در زمستان بسیار سرد
و در فصلهای دیگر سال معتدل و برخی قسمت‌های آن بسیار گرم میباشد. قسمت اعظم مناطق نورستان جنگلزار و زمین‌های زراعتی در آن کم است. جنگلات این ولایت شامل جلغوزه، چهارمغز، ارچه، بلوط، ناجو، گل بید، چنار، نیمه چنار و همچون درخت‌های دیگر است. باغات دیگر میوه‌های تازه در ولسوالی نورگران نورستان غربی وجود دارد و یک تعداد مردم این ولایت مصروف مالداری میباشند. مردم ولایت نورستان و ویژه زنان نورستان مصروف صنایع دستی چون تهیه تکه‌های پشمی و نخی میباشند که در ساخت لباس‌های محلی استفاده می‌شود. معادن زیادی در ولایت نورستان وجود دارد که به شکل غیر فنی استخراج می‌شود. نورستان با وجود دارا بودن معادن زیاد از جمله لیتیم و مساعد بودن شرایط طبی برای ساخت و ساز فابریکات صنعتی، اما تاکنون به دلیل مشکلات امنیتی هیچ فابریکه‌ای در این ولایت ساخته نشده است و تنها پکول و چپن در این ولایت به شکل دستی تولید می شود. رسم و رواج، عادات و فرهنگ مردمان این ولایت مالداری است. خانه‌های 2 منزله چوبی اعمار شده و روی چپرکت می‌خوابند، روی میز غذا می‌خورند، مردمان آن از پکول استفاده می‌کنند. مردم این ولایت می‌توانند به خانه‌های یکدیگر بدون کدام مشکل رفت و آمد کنند. زنان این ولایت از مردان بیگانه رو نمی‌پوشانند. بازی‌های مختلف محلی چون توپ دنده، قرصه، همچون دیگر ولایت در نورستان مروج است. نورستان در شرق افغانستان با 3 رودخانه بزرگ و چندین رودخانه کوچک، دره‌های سرسبز، کوه‌های پوشیده با درختان و مناظر بی‌نظیر طبیعی از دیدنی ترین مناطق افغانستان است. رودخانه‌ها در تمام فصل‌های سال پرآب است و در هر گوشه این ولایت آب زلال چشمه‌ها جاری است. نورستان با باران‌های زیاد موسمی جنگل‌های انبوهی دارد. این جنگل‌ها مناظر طبیعی زیبایی را ایجاد کرده و زیستگاه میمون‌ها، خرس سیاه، پلنگ برفی، پلنگ عادی، پشک جنگلی، سنجاب‌ها و صدها نوع پرندگان میباشند. این جنگل‌ها در سطح ملی و بین‌المللی از شهرت ویژه‌ای برخوردار است. تنوع زبانی و فرهنگی در میان مردم نورستان نیز بسیار برجسته و جالب توجه است. آثار هنری و باستانی و موسیقی محلی منحصر به فرد این منطقه برای بازدید کنندگان جالب و هیجان انگیز است. مناطق حفاظت شده افغانستان که شمار آنها به نام شکارگاه پادشاهان افغانستان معروف هستند از مناطق دیدنی این کشورند. ممنون که تا این دم با ما بودید. برای حمایت از ما کانال ما را سابسکرایب کرده و این ویدیو را لایک